سلام عرض کردم. شب و روز همتون به خیر و شادی. آقا لطفاً برای لحظاتی ولی فقیر رو تصور کنید که زهر برجام رو سر کشیده، بعدم تازه دارن زهر برشام رو هم براش سرو میکنن. از اون طرف عمق استراتژیکش هم در و داغون شده، تازه نمایش انتخابات رو هم پیش رو داره. خب یه چنین جونور مفلسی تو یه چنین شرایطی چه کاری ازش برمیاد؟ نه جدی چی کار میتونه بکنه؟ تجمع اربعین در واقع میتواند برای حل مشکلات در مقیاسی جهانی و فرامذهبی الگویی بی‌نظیر به جهانیان ارائه دهد. یکی از دست و پا زدنهای ولی فقیه، اونم تو این اوضاع و احوال در و داغون، همین دزدی رسوا و مسخره است. یعنی که با اشتهای مضحک آخوندی میخواد یه راهپیمایی سنتی رو تو جیب خودش نقد کنه و با دروغ بافی و رقم سازی ورشکستگیش تو کشورهای منطقه رو بپوشونه. بنده بحثم رو متمرکز میکنم به حول قوه خدای متعال روی اربعین سید الشهدا و این راه پیمایی عظیم. و لذاس الان میبینید از 50 کشور حدود 26 میلیون نفر زائر با 17,000 موکب طبق اون که آمار دادن صدا و سیما، این میاد کربلا. بفرمایید. این حجت الاسلام شودمنگلی هم مثلا قرار نماینده عظما باشه. 260 میلیون چیه؟ تو که از جمعیت خود عراق هم که بالا زدی که. اگه علی گدا اینقدر تو منطقه قدرت داشت مالکی جونشو نگه می داشت. اگه اینقدر نفر داشت گردن قاسم سلیمانی رو مراقبت میکرد که ترک بر نداره. حالا ببینید همین امام جمعه پرتاب نظام هدف از راهپیمایی به سرقت برده رو چطوری لو میده؟ این یک وضعی است که الان به وجود آمده در دنیا. این حرکت باید جلو بره. مسئله سید الشهدا علیه السلام و این چهره شهادت است که مقابله می کند با تمام مفاسد، چیزی که می تواند جلو غرب رو بگیره. آقا تروریسم از این روتر، تهدید از این تابلوتر. صاف داره میگه با این حرکت و این دم و دستگاه و کشت و کشتار باید تو کشورهای غربی جلوی غرب رو بگیریم. همین داستان تو نامه کذایی عظما به جوانای اروپایی هم هست. ببینید این امامیه کاشانی همین نامه عظما رو چطوری آنتنی میکنه. از روز اول دین نوح و شریعت نوح پیامبر و همچنین ابراهیم خلیل، موسی بن عمران، عیسی بن مریم علیهم السلام، اینها ادیانی بودند برای هدایت بشر و اقوامی که در عصر خود بود آمده بودند برای نجات قوم خود به عنوان هدایت آنان. ولی اسلام یک تازگی داشت، بلکه اسلام برای همه بشر آمد در اون زمان و در طول تاریخ تا روز قیامت. این مطلب، این جریان دو نفع داره برای اسلام و دو خسارت داره برای سردمداران غرب. یک جدا شدن است از قدرت‌های فاسد و یک بیداری است در سطح جهان و این در حقیقت به نفع اسلام است و خسارتی است که دشمن داره الان میبینه. اینم از فاشیسم اما به پیچ. آره دیگه،
فاشیسم که شاخ و دم نداره، میخواد اینجوری افکار کپک زده امامشو به جای اسلام غالب کنه. ته خطم میگه الان دنیا داره خسارتش رو میبینه. این قیاف واقعی همین آخوندای اختاپوسه، همینایی که اگرچه درب و داغون شده و زهر خورده اما منتظر فرصتی که دوباره چنگالاشو فرو کنه تو دنیا. حرف آخر این که بابا این سلیم و نفس بیکفایت رو آوردن که زیرابی بره، بدتر آبروی نداشته نظام رو برد. آقا تا یه شب دیگه، خداحافظ شما.